این ویدیو میخوایم به بررسی چگونگی پیدا کردن سرسیمه‌های کمپرسور بپردازیم، در صورتی که ببینیم در پوش کمپرسور وجود نداره یا به هر علتی سرویس کار قبلی برداشته و ما نمیتونیم از روی پلاک در پوش متوجه بشیم که این کمپرسور سرسیمه‌هاش به چه صورت هستش. برای تشخیص این موضوع حالا من به صورت تئوری و عملی بهتون آموزش میدم که به راحتی بتونید سرسیمه‌های کمپرسور رو از هم دیگه تشخیص بدید. ببینید دوستان، داخل کمپرسور بین سیمپیچ رانینگ و کام مقاومت کمی وجود داره نسبت به سرسیم اس یا استارت و کامات که مقاومت بیشتری وجود داره. اگر ما فرض کنیم یه اوهمتر اینجا داشته باشیم که میخوایم به وسیله اون اوهمتر متوجه بشیم که سرسیم های این کمپرسور به چه صورت هستن، ما اگر یکی از سیمای اوهمترمون رو به سرسیم آر و یکی دیگر رو به سرسیم سی وصل کنیم، این مقاومت رو به ما نمایش خواهد داد. درسته؟ و مقاومت کمی هم هست. پس بین آر و سی ما مقاومت کمی رو داریم. اگر ما بین اس و سی سرسیم های اوهمتر رو وصل کنیم مقاومت بیشتری داریم، ولی بازم به مقدار مقاومت کل نمیرسه. الان توضیح میدم خدمتتون. بین اس و سی این مقدار هست که ما اونو مقاومت متوسط در نظر میگیریم. اگر حالا بیایم از سی سیم اوهمتر رو جدا کنیم و بین آر و سی رو آر و اس رو اندازه بگیریم، مجموع این دو مقاومت رو ما خواهیم داشت. بین آر و اس مجموع این دو تا مقاومت، چون مدار از اینجا میاد یه جریانی عبور میکنه توسط این مقاومت ها مقداری افت میکنه و اوهمتر به ما مقدار این دو مقاومت رو نمایش میده، مجموع این دو مقاومت رو نمایش میده. پس بین آر و اس ما بیشترین مقدار مقاومت رو داریم. با توجه به همین رابطه الان ما این سرسیم‌های کمپرسور در نظر بگیریم. همونطوری که اینجا مقاومت زیادیه، یعنی یکی از اینا آره و یکی اسه. اینجا مقاومت کمی وجود داره، یعنی یکی از اینا اسه و یکی دیگه سیه. اینجا مقاومت متوسطی وجود داره، یعنی که یکی از اینها اسه و یکی دیگه سیه. اینجا ما می‌خوایم الان پیدا کنیم CRS مون به چه صورت هستش. اینا رو نامگذاری می‌کنیم، عدد گذاری می‌کنیم. میگیم بین 1 و 2 مقاومت کوچیکی داریم. مقاومت کوچیکمون میشه آر و سی، همون آر و سی هستش. درسته؟ بین 1 و 3 مقاومت متوسطی داریم. مقاومت متوسطمون اس و سی. بین 2 و 3 هم مقاومت متوسطی داریم، مقاومت زیادی داریم که میشه آر و اس. به راحتی میتونیم با مشترک گرفتن این رابطه ها متوجه بشیم که کدوم یکی از اینا سی، کدوم یکی آر و کدوم یکی اس هستن. بین 1 و 2 و 2 و 3 کلمه آر مشترک هستش، یعنی این نقطه 2 آر ما هستش. 1 و 3 و 3 و 2 چی مشترک هستش؟ کلمه اس مشترک هستش. پس اینجا اس خواهد بود. اون یکی هم که سیه ولی ما حالا حسابش میکنیم. بین 1 و 3 و 1 و 2 کلمه سی مشترک هستش که اینجا سی موتور ما خواهد. به همین راحتی به صورت تئوری متوجه شدیم که میتونیم تشخیص بدیم این CRS به چه صورت است. حالا اگه بخوایم عملی هم توضیح بدیم، دستگاه رو مولتیمترمون رو روی حالت اوم قرار میدیم. دو تا پراپ رو به صورت تصادفی روی دو تا از پایه های کمپرسور قرار میدیم. مقداری که به ما نمایش میده رو یادداشت میکنیم. 3.6 اوم. 3.6 اوم. من فقط شکل این پایه ها رو میکشم اینجا و بین این دو تا پایه رو الان اندازه گرفتم. 3.6 اوم. دو تا پایه دیگر رو اندازه میگیرم، این دو تا پایه رو اندازه میگیرم، مقدار اوم رو یادداشت میکنم. 2.2 اوم. بین این دو هم 2.2. حالا حالت آخر رو بررسی میکنیم. مقدار 1.8 اوم. اینجا هم 1.8 اوم. حالا با همین عددها ما میتونیم تشخیص بدیم که CRS کدوم‌ها هستن. مقاومت متوسط دقیقاً مثل شکل بالا. مقاومت متوسط روبروش یه رابطه دیگه هم هست که الان بهتون توضیح میدم خیلی راحت‌تر بتونیم به دست بیاریم. ولی حالا با توجه به همین رابطه بخوایم حساب کنیم 2.2 1.8 یعنی متوسط کوچیک و 3.6 که بزرگه هستش. CRS مون دقیقاً شبیه این شکل هستش. راحت ترین راهش اینه که
مقدار مقاومت بزرگ و نقطه مقابلش رو در نظر بگیرید C، مقدار مقاومت متوسط رو نقطه مقابلش رو در نظر بگیرید R و مقاومت کوچکتر رو نقطه مقابلش رو در نظر بگیرید S. به همین راحتی میتونید CRS موتور رو تشخیص بدید. حالا من درپوش این کمپرسور رو هم میارم که ببینیم درست محاسبه کردیم یا خیر. اگر ما اینو سر جای خودش قرار بدیم با توجه به ترتیب این CRS مون میبینیم که این پایه C، پایه بغلی پایه R و پایه بغلی هم S هستش و به درستی تونستیم تشخیص بدیم که CRS این کمپرسور به چه صورت هستش.